من چاره‌ای نداشتم پدر بزرگ. این فرمان الهی بود. ولی کاهنان معبد، آنها از عبادت پروردگار بدورند. چگونه امر شد با آنان نماز بگذاری؟ وقتی وارد قدس شدم و در پشت سر کاهنان به نماز ایستادم، یک بار حجاب از پیش چشمانم برداشته شد. صفوف نورانی فرشتگان را دیدم که در انتظار ورودم بودند تا مراسمی را آغاز کنند. آنقدر زیبا بودند که نفسم به شماره افتاده بود. همه به استقبالم آمده به دورم حلقه زدند. ناگهان عطر دلپذیری فضا را پر کرد. از سمت راست قدس نور خیره کننده‌ای وارد شد. از میانه آن نور ندایی برخاست که نامم را در کنار نام 3 زن دیگر به همگان اعلام می کرد. یکی از آن نام‌ها که فرشتگان به آن مباهات می‌کردند نام بانویی بود که شنیدنش لرزه‌ای از شعف در من ایجاد کرد و یک بار تمام وجودم مملو از عشق به او شد. از سرچشمه این عشق آنچنان سیراب شدم که فرشتگان بی اختیار به من تعظیم کردند. پدر بزرگ، به من فکرش را بکنید، به من. آنها مرا نیز مانند آن 3 به شکیبایی بر سختی‌های پیش رویم فرا خواندند. سپس به همراه فرشتگان در مقابل قدس به نماز ایستادیم. 4 زن؟ شما همان 4 زن برگزیده عالمید. و آن بانو به خود ببال مریم. او برترین زنان عالم، دختر پیامبر آخرالزمان است. شما 4 زن مایه مباهات بهشت و بهشتیانید که عصمت و طهارت و تقوا از شما منشأ یافته است. آری، به خود ببال مریم.